سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. ما اومدیم شهرستان، ولایت پدر مادر و اینکه نمیدونم صدا میاد نمیاد، صدای آب، گنجشگاه، باد عالیه، یه ترکیب فوق العاده است. کاش بودیم، کاش شما اینجا بودین کنار من، با هم لذت می‌بردیم. بهتر از خودم نگیرم، از طبیعت بگیرم، چون آقا قاوه آقا گاوه اونجاست. گاو مشرمانه، بسیار روش حساسه. 2 تا داره، یه دونه این سفید مشکیه رو داره، یه دونه هم مشکی داره. عمو رحمان یکی اینه، مشکیه نمیدونم کجاست. به 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 به، خدای شکرت بابت این طبیعت، خیلی خوبه. من عاشق این جاده هستم، از روز اون برش دارم که برگشت سمت خودم. من عاشق این جاده هستم، همیشه هر وقت میام اینجا پیاده روی میکنم. البته اینجا خونه خاله جانمه، خونه ما با خونه خالم اینا 20 دقیقه راهه. از خونه خودمونم براتون میگیرم. خونه خودمون از جاده ها نداره، بیشتر یه کمی پیشرفته تره، آسفالت شده و اینا، ولی خب من این شکلیشو دوست دارم، جاده شلیگلی. خدای شکرت، لازم داشتیم بعد از این همه سر کار رفتن به یه تفریح سالم، طبیعت، هوای خوب، واقعا نیازمند بودیم. بذارین اون برو بگیرم. این جاده معروفی است که من دارم دربارش صحبت میکنم. اگه دلتنگ بهاری، اگه سایبون نداری، دستامو بهت میدم تا توی باغچتون بکاری. اگه دیگه خسته ای از این همه چشم انتظاری، چشمامو بهت میدم تا پشت پنجره بذاری. بچه خاله جونم داره به گنجشگاهش، به مرغ و فروشاش داره. بچه ها بقالمون هم دارن، نمیدونستم. بیا اومده اینجا ازتون نزدیک فیلم بگیرم. بیا لبخند بزنید، 1 2 3 بگو سیب. 2 تا هم کوچولو داره، یکیش اینه، یکیش هم اون سیاه هست. باز بگی سیاه بیا اینجا نگات کنیم. درگیر خوردن هستن. خاله جانم کندی عسلم داره. من همیشه خودم به شخصه همیشه از خالم عسل میگیرم، عسل شهری رو قبول ندارم. بازی مامان، بازی چی میخوری؟ بابا میخوری؟ چیپس میخوری؟ چی میخوری؟ تا پشت شونش بهللش
بیت لیبی غش بنیسید دونه دونه گپلش چارغه سوزه کنه دل بردلمی چاکنه بعضا صد برنو بلنده او دو تا برگل خلش گل تفنگ چینم خشه دیه دور مینم خشه باد ری دل میکنه تا برم بینم چشه ماللی باری کنن ای دل مسیش بادی بره دنگه دنگه دل مو برنوی کوتاهی بره تا برم پرسش کنم ای گل سفید